من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. الرحمن الرحیم. الله همان ذاتی هست که الرحمن نهایتاً بخشاینده هست، الرحیم نهایتاً مهربان هست، نهایتاً بخشنده هست و نهایتاً مهربان هست. ببین مفسرین گفتند که مفهوم هر دو مختلف است. هر دو درست از ماده رحم مشتق شده، اما مفسرین میگویند که هر دو مختلفن به این صورت که رحمان به اعتبار دنیا و رحیم به اعتبار آخرت. چرا در دنیا خداوند رحمتش وسیع‌تره؟ چطور وسیع‌تره؟ هم به مؤمن میده هم به کافر میده. کافر دشمنش هست، خدا را انکار میکند، قبول نمیکند، یا با خدا شرک میکند، یا خدا را بد و بیراه میگوید، ولی باز هم بهش رزق میده، باز هم سلامتی و تندرستی میده، باز هم او را نگه داشته، آسمان را بر سر او نمی اندازد. پس ببین رحمان چون که در این مبالغه بیشتری هست، رحمان هم شامل رحم دنیا میشه و هم رحم آخرت. اما رحیم فقط شامل آخرت میشه. در آخرت رحمتش اینطور عمومی نیست، فقط مؤمنین را هست، کافرین را و دشمنان را نیست. به این خاطر بعضی در دعا اینطور گفتند یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره. چرا رحمان الدنیا گفتند؟ لانه یعم المؤمن والکافر، چون که در دنیا شامل مؤمن هم میشه، شامل کافر هم میشه. اما و رحیم الاخره لانه یخص المؤمن، چون مخصوص کی هست؟ مؤمن. در آخرت فقط مؤمن نعمت میبیند، فقط مؤمن خیر میبیند، فقط مؤمن نعمتهای الله را مشاهده میکند. خب ببینید بعد از صفت رب رحمان آورد. چرا؟ برای تربیت رحم و شفقت لازم است. اگر رحم و شفقت نباشد تربیت نمیشه. الله تعالی در دل مادر اولا رحم و شفقت فرزند را پیدا کرده، بعدا مادر دلش میسوزد، بر اساس اون رحم و شفقت فرزند را تربیت می کند، شب بیخوابی تحمل می کند، نجاست ها و فضلاتش را با وجودی که این تعفن دارد، با وجودی که بوی بد دارد، ولی برای مادر اشکالی
یعنی همه این سختی ها را مادر به جان میخرد، چون که در دلش چی هست؟ رحم است. شما پرنده‌ای برید جوجه هاش را بردارید، خودش را به خطر می اندازد. پرنده‌ای که وقتی که شما میری 500 متر از شما فاصله میگیرد و فرار میکند، میپرد. اما وقتی برید جوجه هاش را بر میداری، چیکار میکند؟ میآید بالای سر شما قرار میگیرد، خودش را به خطر می اندازد. چرا؟ چنان رحمی در او هست، چنان شفقتی هست. بر اساس همون رحم است که میتواند بچه‌اش را تربیت بکند. میره میگرده جای دانه پیدا میکنه، به منقارش میگیره، خودش نمیخورد، میآورد به بچه‌اش، به خورده جوجه‌اش میده. پس ببین این تربیت بر اساس چی است؟ شفقت، رحم. به این خاطر بعد از رب العالمین صفت رب العالمین الرحمن الرحیم آورد. معنیش اینه که الله عزوجل که تربیت کننده شما هست، به دلیل اینکه الله عزوجل رحمان الرحیم است. الله رحمش زیاده، مهربانیش زیاده، شفقتش زیاده، ترحمش بر شما بندگان چی هست؟ زیاد هست. لذا تمام این عالم ساخته شده که زمانی به ما فایده میرسه که اون کسی که سازنده این عالم هست در وجود او رحم باشد. خب الرحمن الرحیم، الله آن ذاتی هست که نهایتاً بخشنده، الرحیم نهایتاً مهربان هست. مالک یوم الدین، مالک روز جزاست. مالک چیه؟ روز جزاست. الدین اینجا به معنی چی هست؟ جزا، قیامت. مالک روز قیامت است، مالک روز جزاست. ما قبلا خواندیم که دین چند معنا دارد. یکی دین به معنی شریعت، ان الدین عند الله الاسلام، الطریقة المسلوکه، روشی که ما به او چی میکنیم؟ در زندگی خودمون عمل میکنیم، پایبند هستیم. دین به اون معنا، الیوم اکملت لکم دینکم. یکی این که دین به معنای جزا هست، مالک یوم الدین، مالک روز جزا، مالک روز قیامت. و دیگه دین به معنی توحید می آید، به معنی عبادت، توحید فی العبادت و توحید فی الدعاء. توحید فی العبادت و توحید فی الدعاء. حضرت یوسف چی میگه؟ امر الله تعبدوا الا ایاه، الله امر کرده که هیچ هستی را عبادت نکنید بغیر از الله. آخر چی میگه؟ ذالک الدین القیم، دین قیم و دین استوار و دین راست کدومه؟ همینی که لا تعبدوا الا ایاه. پس توحید فی العبادت چی شد؟ دین شد. فادعوا الله مخلصین له الدین الا لله الدین الخالص، یعنی خالصتا عبادت ها را برای الله اختصاص بدهید. یا فاعبد الله مخلصا له الدین. متوجه شدید؟ ببینید عقیده قیامت، عقیده قیامت بسیار مهم است. اهمیت عقیده قیامت را میخوام خدمت شما عرض بکنم و فلسفه روز دین و روز جزا را. تمام کائنات را که الله عزوجل در نظام ربوبیت پیدا کرد، هر چیزی را در خدمت انسان قرار داد. زمین برای انسان، آسمان برای انسان، جو برای انسان، نباتات و درختان، اشجار و دریاها و عرض کنم که آنچه که در دریاها هست از جواهر و یواقیت و ماهی ها و خلاصه بر و بحر، همه برای انسان. بعد برای هدایت انسان انبیا را فرستاد، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را فرستاد و چه نعمتهای خدا به انسان داد.
اما ببینید این همه برای انسان، تمام کائنات برای انسان. الان عقل میگوید که باید یک روزی باشد مشخص بشه که انسان این همه که به انسان داده شد، انسان ها کدوم انسان ها سپاسگزار، کدوم ها ناسپاس، کدوم ها شاکر، کدوم ها کافر، کدوم ها مطیع، کدوم ها عاصی. لذا یعنی عقل حکم میکند که بعد از این همه لطف در حق انسان باید یک مقایسه باشه بین انسان ها. کدوم انسان بهتر تو این نعمت ها استفاده کرد، کدوم انسان بهتر توانست که اطاعت بکند، کدوم انسان شاکر بود، کدوم ناشاکر بود. لذا الله عزوجل برای اینکه این تعیین بشه روز قیامت را تعیین کرد. پس روز جزا و روز قیامت وجودش چی هست؟ مطابق عقل هست، باید روز جزایی باشد. و ببینید اگر روز جزا نباشد، قبلا خدمت شما عرض کردم چه فسادی روی زمین میشه، چه ظلمهای روی زمین میشه. الان که من میتوانم به مال شما، به جان شما تعرض بکنم، نمی کنم. چرا؟ چون که از روز جزا میترسم. اگر اعتقاد به قیامت نبود، اگر باوری نبود، حتی امروزه همه انسان ها، کفار، یهود، نصارا، اونها هم اعتقاد به قیامت دارن، گرچه اعتقاد اونها ضعیف است. خب همه اعتقاد به قیامت دارند. همین اعتقاد به قیامت باعث شده که انسان ها تا یک حدی، حد و مرز بشناسند، به حقوق همدیگر تجاوز نکنند، به همدیگر تجاوز نکنند، به مال و جان همدیگر تعرض نکنند. جاهایی که این عقیده ضعیفتر است میبینیم ظلم صورت میگیرد، اونجا انسان ها کشته میشه، خونها ریخته میشه. به این خاطر واقعا عقیده به آخرت دنیا را چی کرده؟ دنیا را آرام کرده. دنیا را که آرام کرده، چی آرام کرده؟ عقیده به آخرت. اگر آخرتی نبود، اگر روز جزایی نبود، خب انسان میگه که همین دو روزه دیگه، چه پروایی داره. انسان بر هیچ کس رحم نمی کرد. به این خاطر الله عزوجل یوم الدین را، روز جزا را تعیین کرد و بعدا به ما گفت مالک اون روز منم. اونجا در حضور من همه کارها انجام میگیرد، سوال و جواب میشه از همه نعمتها، از همه امکاناتی که خدا به شما داده میپرسد. مالک یوم الدین، مالک روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط تو را عبادت میکنیم خدایا. و ایاک نستعین، فقط و فقط از تو کمک میخواهیم، از تو استعانت میطلبیم. ببینید معنای عبادت را الان توجه کنید که دوباره در قرآن مجید مجبور نشیم بار بار تکرار بکنیم. اولا در مفهوم عبادت دو چیز داخل است. یکی غایت تذلل، یعنی تا جایی که راه دارد خودت را عاجز بکن، خودت را ذلیل بکن، خودت را عاجز بکن، خودت را ذلیل بکن. حتی که بهترین عضو انسان پیشانیه، بینیه. یک انسانی را بخوان ذلیل بکنن، بینیش را میبرند، دیگه این انسان آبروش رفت. پس مکرمترین، بهترین عضو از اعضای بدن کجاست؟ بینی و پیشانی. این را به خاک بمال، این میشه غایت ذلت. این یک عبادت شد. مفهوم دوم عبادت غایت تعظیم، خیلی تعظیم کردن، خیلی احترام گذاشتن. اما به کسی احترام میگذارید با این شعور و اعتقاد که این کسی که من احترامش را میگذارم، تعظیم میکنم جلوی او، معبود هست، تصرف غائبانه و قدرت دارد، میتونه به من نفع برساند، میتونه به من ضرر برساند. لذا با این دیدگاه کسی را تعظیم کردن، این هم میشه عبادت. پس غایت ذلت هم عبادت است،
غایت تعظیم با دیدگاه متصرف بودن هم چی هست؟ عبادت. لذا خلاصه اینه که هر کسی در معبود دو صفت را اختصاص بده، یا هر کسی که دو صفت داشته باشه میتونه معبود قرار بگیرد. یک علم غیب، قبلا خواندیم. یک چی؟ علم. ما که او را عبادت میکنیم باید از احوال ما چی داشته باشد؟ خبر داشته باشه، بدونه که من چه وضعیتی دارم، چه شرایطی دارم، خوبم بدم، ناراحتم یا راحتم. اول باید در معبود چی داشت؟ چه اعتقادی داشت؟ که عالم غیب هست. دوم باید که مالک و مختار و متصرف باشد، یعنی اختیار داشته باشد، بتونن من که بچه میخوام به من بچه بده، بتونه من که مال میخوام به من مال بده، بتونه من که ثروت میخوام به من ثروت بده، بتونه من که سلامتی و به هر حال تندرستی میخوام به من، یعنی مالک و متصرف هم باشد. خب اکنون در قرآن نگاه میکنیم، این صفات فقط مال خدا هستند. این صفات مالکی هستند، فقط خدا هستند، کسی دیگه این صفات را ندارد. الله می فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار. رب تو هر چیز را خالق است و اختیار هر چیز به دست الله است. ما کان لهم الخیرا، برای اینها یعنی غیر از رب العالمین برای اینها هیچ اختیاری نیست. پس اختیارات، تصرفات فقط و فقط مالکی است، مال الله است. خب پس مدبر و متصرف فقط خدا، غیر از خدا کسی نیست. عالم الغیب و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. فقط الله است که میداند آنچه که در دلها مخفی هست و آنچه که آشکار میکنند. بغیر از الله کسی دیگر نمیداند. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. اعلام بفرما نمیداند تمام اون هستی هایی که در آسمان ها هستند، چه ملائکه اونجا هستند، چه انبیا و کسانی که در زمین هستند، همه و همه غیب را نمیدانند الا الله. پس عالم غیب فقط الله، مدیر و مدبر و متصرف فقط الله. لذا معبود هم باید فقط الله باشد. وقتی که معبود فقط الله باشد، نباید غایت تذلل یعنی ذلت، بالاترین درجه ذلت پیش غیر خدا صورت بگیرد. و همچنین نباید که تعظیم به این قصد. ببین یک تعظیم دیگری هست، تعظیم جایز، که شما پدرتون را احترام میگذارید، استادتون را احترام میگذارید، امت پیغمبر را احترام میگذارد. دیروز در سوره حجرات نخواندیم درباره احترام به پیغمبر؟ حتی صدایتون بالا نیاد، صدا هم پایین، اون احترام چیزی دیگه است. اما این احترام با چه قصدی عرض کردم؟ با قصد این که او را مدبر و متصرف بدانیم و او را عالم الغیب بدانیم. با این قصد احترام جای دیگه نباشد. این هر دو نوع، هم غایت تذلل و هم غایت تعظیم، باید برای چه ذاتی انجام بگیرد؟ برای الله. ببینید علامه ابن قیم چی می فرماید؟ العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور. العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور. عبادت عبارت است از چی؟ از این که شما اعتقاد داشته باشید و شعور داشته باشید. به چی؟ بأن للمعبود سلطة غیبیة، که این معبودی که من او را عبادت میکنم، این معبودی که من او را میخوانم، این سلطه غیبیه دارد. سلطه چی دارد؟ غیبیه دارد. یقدر بها علی النفع والضرر. چه سلطه غیبیه دارد؟
که قادر نفع و ضرر است، میتونه هم به من نفع برساند هم میتونه به من ضرر برساند. خب پس هر ثنایی که شما کسی را میکنید، فکل ثناء و دعاء، هر دعای انسان میکند یا فلان، و هر ثنایی که میکند، و تعظیم، هر تعظیمی که میکند، یصاحبه هذا الاعتقاد، هر ثنا و دعا و تعظیمی که با او این اعتقاد همراه باشد و شعور و این شعور همراه باشد، فهی عبادت. این چی هست؟ عبادت است. مدارج السالکین. به تعبیر ساده تر میگم که عبادت اینه که انسان چنان اعتقادی داشته باشد که معبودی که من او را عبادت میکنم هم تسلط دارد، تسلط غیبی، میتونه به من نفع برسانه، من میتونه به من ضرر برسانه، لذا هم تسلط داره هم علم داره، از حال منم خبر دارد. لذا هر کسی که کسی را با این دیدگاه تعظیم میکند، دعا میکند، از او میخواهد فلانی مشکل من حل بکن، و اعتقاد داشته باشد که او ما فوق الاسباب میتواند مشکلات من حل بکند، این شد عبادتی او. این چی شد؟ عبادتی او. لذا این عبادت اختصاص به خدا دارد. ما در سوره فاتحه میگیم ایاک نعبد، بار اله فقط ما تو را عبادت میکنیم. برای غیر خدا عبادت کردن میشه شرک، یعنی این تذلل، این ذلت میشه شرک. اما ببینید اینجا یک سوالی هست، با اشکال عمده مواجه میشیم. اشکال اینه که ما برای غیر خدا تعظیم میکنیم، پدر را تعظیم میکنیم، پیغمبر را تعظیم میکنیم، مادر را احترام میگذاریم و جلوی اونها هم ما ادب را رعایت میکنیم. گاهی امکان داره انسان نیاز باشد که دست استاد را، دست پدر را ببوسد، و این نوع تعظیم هست یا نیست؟ نوع احترام هست یا نیست؟ اما وقتی که این توضیح را دادیم، این خود به خود مسئله چی شد؟ حل شد که انسان کسی را تعظیم بکند، اعتقاد داشته باشد که این مدیر و مدبر و متصرفه، و اعتقاد داشته باشد که عالم الغیبه. اگر این اعتقاد نباشد، تعظیم عبادت نمیشه، تعظیم ادب میشه، احترام میشه. متوجه شدید؟ اما بعضی تعظیم ها هستند، خوب توجه کنید، بعضی تعظیم ها هستند ولو اینکه با این اعتقاد نباشن بازم شرکه، چون این تعظیم ها اختصاص به خدا دارند. این تعظیم ها اختصاص به خدا دارند. این تعظیم چیه؟ مثل طواف، مثل سجده و مثل قسم. سجده، طواف، قسم، که اینها با هر نیتی باشند برای غیر الله حرامند. انسان نیت علم غیب داشته نباشد در او، ولی تعظیما او را سجده بکند. انسان معتقد نباشد که او مدیر و مدبر و متصرفه، ولی بره سجده بکند تعظیما، بره طواف بکند، دور برش بچرخه، بره به او به جان او قسم بخورد. نه، اینها صراحتاً در حدیث در آیه من آمدند. اینها چه به نیت عبادت چه به نیت تعظیم برای هر کسی غیر از خدای عزوجل چی هست؟ حرام هستند، جایز نیستند. خب ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استمداد میجوییم، کمک میطلبیم، کمک میطلبیم. بس متوجه شدید که تمام عبادت ها اختصاص به کی دارند؟ به الله دارند. استعانت و کمک گرفتن هم اختصاص به الله دارد. فقط باید از الله کمک گرفت. اولا مفهوم استعانت. استعانت چیه؟ استعانت اینه که در حاجات و مشکلات کسی را ما فوق الاسباب فریاد زدن
ما فوق الاسباب یعنی اینه که او خودش اینجا نیست، صدای ما را میشنود. فریاد زدن و از او حاجات خواستن، این چیه؟ استعانت است. استعانت اختصاص به الله دارد. الله چی فرموده؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فقط مرا بخوانید من اجابت میکنم. ادعونی، فقط مرا، کسی دیگر را بغیر از من نخوانید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که از عبادت من تکبر میکنند، غرور دارند، عبادت مرا نمیکنند، سيدخلون جهنم داخرین، در جهنم با ذلت داخل میشوند. داخرین، ذلیلین. پس عنایت بفرمایید که استعانت اینه که ما مافوق اسباب کسی را حاجت روا بدانیم که حاجت ما را برآورده می کند، مشکل ما را حل می کند، به ما بچه میده، به ما مال میده، به ما رزق میده، به ما برکت میده و تندرستی و سلامتی میده، مریضان ما را شفا میده، زندانیان ما را آزاد میکنه. این اعتقاد را به او داشته باشیم و او را فریاد بزنیم، این میشه استعانت. این میشه استعانت. برای غیر خدا این استعانت نیست. اینجا ما خواندیم ایاک نستعین، فقط و فقط از تو استعانت میطلبیم. لذا حتی اگر بگوییم که یا رسول الله اعنی، رسول الله را صدا بزنیم، ملائکه را صدا بزنیم، ائمه را صدا بزنیم، اولیاء الله را صدا بزنیم و از اونها کمک بخواهیم، پس ایاک نستعین را عمل نکردیم. در ایاک نستعین اعتراف میکنیم بار اله به غیر از تو از کسی استعانت نمی طلبیم، کمک نمی خواهیم. خدای تعالی هم فرمود که به غیر از من کسی دیگر را نخوانید. الله تعالی می فرماید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. بغیر از الله عزوجل اون هستی هایی که نه نافع هستند و نه ضار هستند، نمیتوانند به شما نفع برسونند، نمیتونن به شما ضرر برسونند، چرا اونها را شما صدا میکنه؟ صدا نزنید. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. کسانی را که بغیر از الله شما میخوانید بندگانی مثل شما هستند. اونها هم انسانند، بشرند، اونها خودشون نیاز داشتند. رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا بالاتر از رسول الله داریم؟ رسول الله با اون مقام شامخش در بدر دعا کرد، در خندق دعا کرد، خودش از خدا میخواست. ما در قرآن مجید ذکر همه انبیاء را میخوانیم. ما این اصطلاح را که میگیم مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء، یعنی چه؟ یعنی اینکه انبیاء در دعا و در حاجات خودشان، در مشکلات خودشان، وقتی که مواجه میشدن با مشکلات، کی را میخواندند؟ فقط الله را میخواندند. این معنی ایاک نستعین، یعنی پار اله غیر از تو کسی از کسی استعانت نمیطلبیم. لذا یا رسول الله اغثنی، ای رسول الله فریاد من را برس. یا به امام بگین یا امام ادرکنی. اینها استعانت از غیر الله خواستن است و این توحید نشد. این استعانت فقط از الله نشد. لذا اینجا الله تعالی می فرماید که و ایاک نستعین، به ما آموزش میده ما فقط و فقط از او استعانت بطلبیم. خب خیلی ها الان اینجا همون شبهه‌ای که در مسئله اله عرض کردم عنوان میکنند که استعانت در قرآن هم ثابته از غیر خدا، مگر اسکندر مقدونی ذوالقرنین
از مردم کمک نخواست، گفت اعینونی بقوه، اعینونی بقوه، مرا کمک بکنید تا من سدی برای شما بسازم. یا اینکه حضرت عیسی مگه نگفت من انصاری الی الله، کی هست یار و یاور من به خاطر دین خدا، کی هست؟ یا اینکه خود خدا می فرماید تعاونوا علی البر والتقوى، همدیگر را کمک کنید، همدیگر را کمک کنید. یا ما از همدیگر کمک می خواهیم، میگه فلانی خودکار را بده، لیوانی آب بده، استکانی چای بده، خب این استعانت است. شما وقتی میگه استعانت از غیر خدا شرکه، همه اینها شرکه. ولی ما به خاطر اینکه این سوال وارد نشه در همون ابتدا عرض کردیم استعانت اینه که کسی را در حاجات و مشکلات مافوق اسباب انسان متصرف بداند و از او بطلبد. ما که از شما لیوانی آب میخواهیم، مافوق اسباب شما را هیچ کاری میدانیم، شما کاری نمیتونی بکنید. ما تحت اسباب، پارچ جلویت هست، لیوان جلویت هست، میریزی میدی. ذوالقرنین هم به همین صورت به مردم گفت که اعینونی بقوت، من اینجا کار میکنم، شما از اونجا آتش را روشن بکنید، فلز را ذوب بکنید، بیارید به دست من بدهید. ما فوق اسباب که ما از هم دیگر در دنیا کمک میگیریم، کمک میخواهیم، خانه میسازیم، اتاقی میسازیم، همدیگر را کمک میکنیم. ببینید موضوع را قاطی نکنید، ما فوق اسباب را با ما تحت اسباب. ما از خدا به این صورت نمیخواهیم. وقتی که از خدا میخواهیم این اسباب فراهم نیست، اسباب مهیا نیست، هیچی نداریم، میگیم خدایا تو بده به ما. این فرق میکنه با اینکه ما پول داریم به مغازه‌دار میگیم نان بده به ما. لذا اینها را قاطی کردن، اینها را خلط کردن، کسی میخواد که توحید خدا را متوجه نشه، اینها را با هم قاطی میکند. ما بحث اسباب را خواندیم هم که الله عزوجل، ما عبارات شاه عبدالعزیز بود، شاه ولی الله بود، و اینکه حدیث هست که اولیاء الله بعد از اینکه وفات میکنند کجا میرند؟ اونها و هم عن دعائهم غافلون، اونها از دعا غافلند. اونها را الله عزوجل اگر واقعا اولیاء الله بودند، واقعا ابرار بودند، اونها در ناز و نعمت هستند. تفسیر عزیزی چی میگفت؟ میگفت که اونها کجا و کار عالم و تدبیر عالم کجا؟ اونها در ناز و نعمت الهی هستند. اونها دیگه عبادات خودشون را کردند، زحمتشون را کشیدند، باید برند پیش خدای عزوجل در بهشت، باید برند نعمتهای خدا را در عالم برزخ اونجا لطف و لذت حاصل بکنن، یا بازم بیان ماموریت در دنیا انجام بدند. لذا اینها عرض کنم که تمام مکر هست، و کسی که بخواهد توحید خدای عزوجل را نفهمد و شرک را میخواد ترویج بده، این نوع شبهات را ذکر میکند. لذا الله میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس استعانت بر دو نوع است، یکی استعانت ما تحت الاسباب، یکی استعانت ما فوق اسباب. ما تحت اسباب اینه که در غالب اسباب کسی که دوست من هست، رفیق من هست، جز زندگان هست، از او چیزی بخواهیم، از او کمکی بخواهیم. و ما تحت اسباب، ما فوق اسباب، انسان برای کسی قدرتی و تصرفی قائل باشد و از او بخواد، این درست نیست، جائز نیست، حرام است برای غیر خدا. اهدنا الصراط المستقیم، ما را راهنمایی بفرما بر صراط مستقیم، ما را راهنمایی بفرما بر صراط مستقیم. راهنمایی بفرما یا گامزن بفرما. ببینید این را خدمت شما عرض میکنم و تعیین میکنیم که کدوم صورت است، چون هدایت بر دو قسم است. یکی هدایت به معنای اراءت الطریق، راه را نشان دادن،
این را که خداوند عزوجل در قرآن نشان داده. شما میایید میگیم منزل زید کجاست؟ من میگم از این خیابان مستقیم برو، دست چپ بپیچ، دست راست فلان پلاک. این هست اراءت الطریق، به شما راه را نشون دادم. دوم، هدایت به معنی ایصال الی المطلوب، یعنی شما را به مطلوب رسوندن. اینه که شما میگی منزل زید کجاست، میگم بیا با من، دستتو میگیرم دم منزل میبرم، میگه این منزله. این چی شد؟ ایصال الی المطلوب. هدایت الهی هم بر دو نوعست. یکی اراءت الطریق، خداوند به همه انسان ها را هدایت داده، به این معنا که برای همه انسان ها راه را نشون داده در قرآن، در کتاب های آسمانی سابق. الله تعالی گفته که راهتون راه درست کدومه، راه غلط و اشتباه کدومه، مسیر صحیح کدومه، مسیر انحرافی کدومه. و هدیناه النجدین، به انسان ما هر دو راه را، هر دو طریق را نشان دادیم. اما دومی اینه که خداوند عزوجل اسبابی فراهم بکند، زمینه فراهم بکند که این انسان بره بر مسیر هدایت، بر مسیر صراط مستقیم. خب اکنون اینجا کدوم مراد است؟ بعداً. اما صراط مستقیم چیه؟ ببین صراط مستقیم، ما معتقدیم که الف لامی که بر صراط مستقیم هست، این الف لام عهدی هست. صراط مستقیم خاص، همونی که قبلا ذکر شد. کجا ذکر شد؟ در ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس بنویسید که الف لام عهدی هست، یعنی صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا بر این راه توحیدی ما را گامزن بفرما، بر این راه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب هر چیز را به توحید رفت میدی، صراط مستقیم هم شد توحید. ببینید عیسی علیه السلام چی میگه؟ ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. رب من و رب شما الله است، فقط او را عبادت بکنید. هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن. این صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی راه توحید، نه راه شرک، نه راه خرافه. الله عزوجل در جای دیگه میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم من با شما عهد نکرده بودم الا تعبدوا الشیطان، شیطان را پرستش نکنید. ما عبد من دون الله شیطان است. الا تعبدوا الشیطان، شیطان را پرستش نکنید، از شیطان خط نگیرید، از خدا و از قرآن خط بگیرید. و بعدا می فرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا فقط عبادت کنید، این از صراط مستقیم. هذا صراط مستقیم. پس صراط مستقیم چیه؟ بله صراط مستقیم توحید هست، توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن و کسی دیگر را عبادت نکردن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، در اهدنا الصراط المستقیم همون راه را میخواهم خدایا. کدوم راه را؟ همون راهی که در ایاک نعبد و ایاک نستعین مشخص کردی که توحید فی العبادت و توحید فی الاستعانت داشته باشم، فقط از خدا بخوام و فقط خدا را عبادت و پرستش بکنم. این هست صراط مستقیم. بله تمام احکام اسلام هم صراط مستقیم، شامل عبادات، معاملات، اخلاق، معاشیات، سیاست ها، همه و همه
چنانچه علامه نصفی میگه المراد به طریق الحق و هو ملت الاسلام. مراد از صراط مستقیم چی هست؟ طریق حق هست. چیه؟ طریق حق و هو ملت الاسلام. اما در سوره انعام خداوند همه را ذکر کرده، هم عبادات را ذکر کرده، هم معاملات را ذکر کرده، هم معاشیات را، همه اینها جزء صراط مستقیمند. ولی این را هم بدونید که در رأسش توحیده. بدون توحید بازم صراط مستقیم نیست. در سوره انعام که 3 آیه را به عنوان وصیت‌نامه رسول الله گفتند و آخرشون میاد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. خدا میگوید که این راه من هست، صراط مستقیم. ابتدایش چیه؟ الله میفرماید قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. بیایید برای شما تلاوت بکنم که رب چه چیزهای حرام کرده. ببین صراط مستقیم از اینجا شروع میشه. تمام معاملات و عبادات و معاشیات و همه را شامل میشه. اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. اولینش الا تشرکوا به شیئا، شرک نکنید. توحید همینه. بعدا ادامه و بالوالدین احسانا، تا که 10 تا را الله تعالی می شمارد. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. آخر میگه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. بس تمام اینها صراط مستقیمه. تمام عقاید، عبادات، معاشرات، اخلاق، معاملات، همه را در اینجا خداوند وفا بالعهد را آورده، صدق و راستی را آورده، همه را آورده. لذا در رأسشون بازم چی شد؟ توحید. پس صراط مستقیم این هست. و بعض هدایت، واژه هدایت که در زبان عربی استعمال میشه بر 2 قسم است. یکی بدون واسطه حرف جر متعدی که هست و یکی با واسطه حرف جر. بدون واسطه حرف جر مثلا یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، یهدی من یشاء یا هدیناهم الى صراط مستقیم. جای دیگه میفرمه و هدیناهم الصراط المستقیم، یعنی به وسیله اله و بدون اله. یا مثلا یهدیک صراطا مستقیما، اینجا بدون صله هست، نه بدون حرف جر هست. جای و هدیناهم الی صراط مستقیم به وسیله حرف جر است. خب وقتی که با صله باشد، با حرف جر باشد، معنیش هست اراءت الطریق. معنیش چی است؟ یعنی راه نشان دادن، راه نشان دادن. در صورتی که بدون حرف جر باشد، بدون صله باشد، معنیش هست ایصال الی المطلوب، یعنی به مطلوب رسوندن، به مطلوب، به مقصود رسوندن. الان ما چی میخوانیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. معنی این نیست که خدای راه راست را به من نشون بده، معنیش اینه که خدایا ما را ببر بر راه راست قرار بده. این معنی ایصال الی المطلوب است. متوجه شدید؟ پس اینجا در عرض کنم سوره فاتحه به همین معنی است، به معنی ایصال الی المطلوب است. خب هدایت باز بر 4 قسم است که اینها را من نمیخوانم، چون ما در مسئله اله گفتیم که هدایت انابت، هدایت و استقامت و ربط القلب. ولی اینجا که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، کدوم درجهش مراد است؟ درجه 3 و 4 مراد است. چون انابت الحمدلله حاصل شد، هدایت هم نصیب شد، اکنون از خدا 2 چیز میخوایم. بار اله
اهدنا الصراط المستقیم، ما را بر صراط مستقیم گامزن بفرما. یعنی چی؟ یعنی استقامت نصیب بفرما. و دیگه چی؟ و اینکه ربط القلب، یعنی چنان گرهی بر قلب باشد و چنان تایید غیبی و امداد غیبی باشد که هرگز از این مسیر فاصله نگیریم. متوجه شدید؟ این از معنای اهدنا الصراط المستقیم. خب صراط الذین انعمت علیهم، اهدنا الصراط المستقیم مبدل منه است. الصراط المستقیم مبدل منه است. صراط الذین بدل الکل است. صراط الذین بدل الکل است، یعنی ما را به راه راست هدایت بفرما، گامزن بفرما، بر مسیر قرار بده. صراط مستقیم یعنی چه؟ صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه کسانی که بر آنها انعام فرمودی، بر آنها احسان فرمودی. صراط الذین انعمت علیهم، اونهایی که بر اونها انعام کرده خدا. اونها کیا هستند؟ ابتداء هم عرض کردم 4 گروه هستند که انسان به خدا میگه خدایا ما را جز اونها قرار بده. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، کسانی که بر آنها خدا انعام فرموده. من النبیین، انبیا هستند، و الصدیقین، و صدیقان هستند، و الشهداء شهیدان، و الصالحین صالحان، و حسن اولئک رفیقا. چقدر رفاقت و همراهی با اینها زیباست. و حسن اولئک رفیقا. پس اینجا ما همین را از خدا میخواهیم که بار الها بر صراط اون افراد انعمت علیهم، یعنی بر راه انبیا و شهدا و صدیقان و صالحان ما را گامزن بفرما. انعمت علیهم اونها هستند. پس زیر انعمت علیهم بنویسید مصداق انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، بر مسیر اونها. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس انعمت علیهم بیان احوال چی شد؟ بر اساس توضیح علامه شبیر احمد عثمانی، کسانی که تسلیم شدند، پذیرفتند. غیر المغضوب علیهم بیان احوال کسانی هست که نپذیرفتند. غیر از اون کسانی که مغضوب علیهم بر آنها غضب فرمودی، بر آنها خشم فرمودی. ولا الضالین، و نه گمراهان. غیر از اون کسانی که اونها را گمراه کردی، ما را بر مسیر گمراهان و کسانی که خشم و غضب تو بر اونهاست قرار نده. مغضوب علیهم کیا هستند؟ قبلا روایت حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه را برایتون خواندم، اونجایی که قرآن را تفسیر میکنیم با حدیث و با روایت. حضرت عدی میفرماید من از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم یا رسول الله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کیا هستند؟ المغضوب علیهم، فرمود مغضوب علیهم یهودند، و الضالین کیا هستند؟ نصارا هستند. مغضوب علیهم الله تعالی می فرماید و غضب الله علیهم ضربت علیهم الذلة والمسکنه و باءوا بغضب من الله. درباره یهود است نه؟ ضربت علیهم الذلة والمسکنه و باءوا بغضب من الله. و کلمه ضلالت جای جای قرآن مجید برای نصارا بکار برده شده. پس مغضوب علیهم یهود هستند و ضالین چیا هستند؟ مسیحیان و نصارا هستند. الله تعالی تعلیم داده به ما، آموزش داده که ما در دعای خودمون
از خدای عزوجل پناه بخواهیم که جز اون دو گروه نباشیم و جز گروهان منعم علیهم قرار بگیریم. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين